امروز میخوام یک ترفند عالی برای از بین بردن خط و خش ظروفتون به سبک خونگی بهتون آموزش بدم. اگر که ظروف چینی یا اوپالتون کدر شده و یا خط و خش داره یا رنگش زرد و سیاه شده، با این ترفند خونگی میتونید مثل روز اولش سفید و شفاف بکنید. کافیه که سینکتون رو با آب ولرم پر بکنید، نصف لیوان آب لیمو یا خود لیمو رو بریزید، نصف لیوان سرکه سفید که برای از بین بردن چربی ها عالیه، نصف لیوان جوش شیرین و کمی خمیر دندان اضافه بکنید. بعد از اون 10 دقیقه ظرف رو داخل سینک ظرفشویی قرار بدید تا لکه ها کاملا از بین برن. اگر بعد از 10 دقیقه ظروفتون از لکه ها پاک نشدن، دوباره با کمی جوش شیرین و خمیر دندان روی اسکاچ نرم بریزید و روی ظروفتون بزنید تا لکه ها کاملا از بین برن.